اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحله ششم داستان حضرت یوسف علیه السلام مرحله حساستری از مرحله پنجم است. در مرحله پنجم یک صیدی و یک صیادی بود. اکنون در یک مرحله حساس حضرت یوسف قدم گذاشته. این هم امتحان امانت و دیانت و عفت است و در این امتحان معرکه مشکل تر است. چرا که صید یکیه و 40 صیاد او را محاصره کرده. به هر حال مسئله مشکل برای حضرت یوسف در این مرحله که خدا باز هم در این مرحله حضرت یوسف علیه السلام را دستگیری می فرمایند و مشکل او را حل می فرمایند. خلاصه این صدای بی عفتی زلیخا در بازار پیچید و هم نوان و هم صنفان زلیخا شروع کردن به طعنه زنی زلیخا که اون هم خانم عزیز مصر باشد، خانم مدل بالا باشد و یک غلام اون هم کنعانی نه مصری. هنوز غلام مصری ها اینقدر متکبر بودن در حسن و جمال و زیبایی خود که دیگر جهانیان را اصلا حاضر نبودن چیزی بپذیرند. لذا بسیار متعجب بودن که غلام اون هم کنعانی و خانم زلیخا به او فریفته شده. یارگیری و جفتگیری در مصر مسئله زیاد مشکلی نبود، همه یار داشتن و همه جفت داشتن. لیکن چون یوسف علیه السلام معروف به غلام و کنعانی بود این طعنه را زدن و این طعنه را زلیخا متوجه شد که چرا زدن. چرا زیبایی یوسف علیه السلام در مصر پیچیده بود که حضرت یوسف علیه السلام دارای حسن و جمال بسیار فوق العاده هست. به این خاطر حضرت یوسف علیه السلام را عزیز روزی که به خانه برد زلیخا اینه به هیچ کس نشان نداد. در همان خانه اگر کسی میخواست بیاد به بهانه که این زیبایی را ببینند زلیخا به کسی نشان نمیداد. زلیخا میدانست مریضان شهر خود را و هم صنفان و هم کاران و هم شغلان خود را، لذا تا حتی الامکان چیه که هیچ حضرت یوسف نشان نداده بود. وقتی شنید هم صنفان خود را و هم کاران خود را که دارن به او طعنه میزنند که امرأة العزیز باشد، زن وزیر دارایی باشد، اون هم تعلق و ارتباطش با یک غلام، این خیلی عقلا بعیده، عقل اینه نمیپذیره. زلیخا متوجه شد که مرضی که اینها را گرفته اینه که من باید نشان بدم که این غلام نامش غلامه و نامش کنعانیه، همه حسنهای مصری در برابرش پوچه. وقال نسوة في المدینه، تهمت زنی زنان برای زنان از حد بیشتره. اینجا همین معلوم میشه که زنان را بیشتر تهمت زنان، مرد دیگر کار خود را انجام میدن و میرن دنبال کارهای خودشان. تهمت دیگر این زنان تیز کردن. گفتن زنانی در شهر که امرأة العزیز، استبعاد اول متوجه عرض ماشین، امرأة العزیز، زن عزیز چقدر طبیعتش پست و زبون شده که تراود و فتاها، گفت و شنید کرده با غلامش، اون هم نسبتا نفسی، مردم غلام به نزدیک نمیگذارن برای دست شستن، اونم خواسته که به خودش میل بده، گفت و شنید کرده با غلامش، اون هم ان نفسی، نفس او را خواسته، یعنی خواسته نفس یوسف را بر خود مسلط کنه. قد شغفها حبا، به درستی که داخل شده محبت یوسف
در غلاف قلبش. ترکیب اینو بدانید، این حبن تمیز از فاعل شغفه. شغفه حب قاتل را میگن، لحظه معنی اینطور میشه ای دخل حب یوسف فی شغاف قلبی. شغاف قلب اون از پوست بگذره به مغز برسه، درون قلبش داخل شده. ای خرک حبه شغاف قلبی حتی وصل الى الفؤاد. حب یوسف پاره کرده پوست قلب زلیخا را حتی که به اون مغز دلش رسیده، به اون قوت دراکه. قلب یک ظاهری داره به یک باطنی داره. قد شغفها حبا، داخل شده محبت یوسف در شغاف قلبش. انا لنراها فی ضلال مبین. ما قاتلان عشق میبینیم زلیخا را در یک اشتباه آشکار. یار میگرفت از همنوش میگرفت، نه یک غلام کنعانی. یار گرفته اون هم یک غلام کنعانی را. ما او را در ضلال مبین میبینیم. خانم زلیخا وقتی از مکرهای آنها متوجه شد که دارن در هر مجلس میگینم امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه انا لنراها فی ضلال مبین. زلیخا وقتی شنید از مکر آنها، چرا؟ سیاسی رو میدانن. اون زنک ها شنیده بودن که بابا فوق العاده این غلام کنعانی زیباه، لحظه زلیخا به اینا هم نشان نمیده. هر زمانی میرن به خانه خبری نیست، هرچی میگه غلام شما کجا رفته دنبال خدمت دیگر حضرت یوسف مسئوله. لذا دیگه شروع کردن تانه زنی که آخر زلیخا بگه او احمد خان، او همکاران من، هم صنفان من، این غلامیه، نامش کنعانیه، این چیزی دیگر است. اونطوری که شما فکر میکنید نیست. فکر غلامه های سیاه رنگ بد شکل بد قیافه که لبش 5 سانت کلفت باشه و بینیش نمیدانم 10 سانت پهن باشه و از نیست. اگر زلیخا میگو بابا این غلامی نام غلامی، این چیزی دیگر است، اونها نمیفهمیدن. این خاطر زلیخا از این تانه‌زنی فهمید که آنها دلشون مرض دارد که باید من محبوب خود را نشان بدم. اونی که من با او محبت کردم اونی شیء عادی نیست، ولو هم که نامش غلام کنعانی باشد. به این خاطر فلما سمعت بمکرهن، از این مکرهن اون سیاستی که آنها بکار بستن، تانهش بزنیم تا به اصطلاح به جوش بیاید و دردی بشه این محبوب خود را به من نشان بده. تدبیر اظهار معذوریت. وقتی شنید خانم زلیخا از مکرهای آنها که اینها تانه میزنن تا من محبوب را نشان بدم، تو گفت خب من شما را نشان میدم. دعوتنامه مکتوب کرد، هر دعوتنامه خدا بدانه چقدر حسینه، و لحاظا مهر و پاکت کرد فرستاد. خب به خانه خودش زن وزیر چه زنانی را دعوت میکنه؟ زنان سپورها را، بزگرها را، کنیزها را، چه زنانی را شما خودتان بگید. هر کس همسن خود را، زنان و دختران وزرا را، شاهزادگان را، این خاتونهای بی مثل را که به زن خود فکر میکردن که دیگه ثانی ندارن در دنیا، مصری ها همیشه به حسن خود نازیدن. خانم زلیخا دعوتنامه مکتوب کرد، ارسلت الیهن، به طرف آنها فرستاد این دعوتنامه ها را، و آتدت لهن متکا، و چنان بالشتهای نر، نه از این پشتیهای کارتونی که مثل سیخ نصفن، نه تکیه زدنی هستن، نه سرد گذارا. خدا بداند چه بالشتهای نرم و نازکی ردیف کرد برای این خانم های مدل بالا. خب رسم خانم ها همینه که وقتی جای دعوتی برن خود را خیلی بد شکل میکنن.
ها خوب شکل میکنن، لباس های کثیف به تن میکنن. چطور رسم دنیا؟ رسم دنیا هم همینه که خانه وقتی دعوتی بره دیگه تا جایی که توانایی دارد لکه‌گیری میکنه، ظاهر را تا جایی که میتواند خوب میکنه. این خانمان خوب کردن. میریم امروز خانه زلیخا و زلیخا هم دارد محبوبی، شاید اون محبوبش را هم ما دیدیم. و آداب و رسوم دنیا همینه که زنها وقت دعوتی برن لحظه با آرایش کامل میرن. این زنها آماده کرد زلیخا بران هم متکن تکیگاه های بلند بلند. وقتی آمدند و مثل گل مثل گل سرخ اینها نشستند و تازه غنچه ها به خنده و کهکه ها و رسم زنان هم که شما میدانید وقتی بیاد بشینن چنان مؤدب می نشینن، لحظه نه حرف میزنن، سکوتی که حرف بزنه دیگری میشنوه. همینطور یا به یک صدا حرف میزنن، به یک صدا هم میخندن، به یک صدا هم حرف بزنن. اینطور عادت نداره که یکی حرف بزنه و دیگری سکوت کنن. لحظه آمدن نشستن. خانم زلیخا برای پذیرایی کنیزان دیگری داشت، کسان دیگری داشت، خودش تمام بشقاب میوه خوری پخش کرد و لحظه کارده های شاپونی هم به دست آنها داد که الان میوه می برند و میخورند. و آتتت کل واحدت منهن عین سیستم زندگی خانم زلیخا مثل سیستم زندگی فودالای دنیای امروز هست. اینقدر کار، اون ما زمان بچه بودیم تعجب میکردیم که اینقدر کار برای اینقدر زنکه از کجا؟ چون در خانه ما یک کاردی بود، خانه پدر ما همین یک کارد، گوسفند هم ضبط میکردن، هندوانه هم نصف میکردن، همین یک کارد بود. این همه کاردهای بزرگ بزرگ، دستهای عریض عریض، حالا کاردهای عجیب و غریب مثل شمشیر دارد پیدا میشن. خانم زلیخا وزیر دارایی کاردهایش فوق العاده تیر داد، به دست این خانم ها داده برای میوه خوردن. آتت کل واحدت منهن سکینا، یک کارد تیز به دست هر یکی از این خانم های مدل بالا. و زلیخا مدل بالا بود، مدعویات او همه زمینا بود دیگه. در عین خوردن و کهکه زدن خانم زلیخا در زندگی حضرت یوسف فرمان نکرده، دستور نداده. امروز خانم زلیخا فرمان صادر کرد اخرج علیهن، بیا بیرون. غلام را امروز داره فرمان میده برو بر این زنها خدمتی کن، چی چیزی میخوام بده. حضرت اخرج علیهن، حضرت یوسف علیه السلام از خانه بیرون شد، هنوز به محفل آنها نرسیده، میخواد جلو سر را پایین بگیره و بره. فلما رأینه، وقتی دیدن اینها حضرت یوسف را، سه اثر برداشتن، اثرات ثلاثه، قلبی، قالبی، لسانی. حضرت یوسف علیه السلام اعتراض اگر وارد بشود، چطور در مجلسی که زنان نشسته برای یک پیغمبر، یک انسان بزرگ، حضرت یوسف علیه السلام به حیثیت غلامی بود و لحاظ امروز که این به اصطلاح خودش محسنه از اوی خدمتی خواست، حضرت یوسف را نگفت برو برای خدمت، گفت اخرج علیهن، خارج شو از سر اینها. حضرت میخواست از همین خانه بره بیرون. اون خانم ها همش تو حال نشستن، یا تو پذیرایی و درها بازن، فصل میوه است، فصل زمستان که نیست، تابستانه. حضرت یوسف میخواست سر پایین از اینجا بگذره، حضرت یوسف آنها را ندید، آنها یوسف را دیدن.
قرآن همین شاهدی را میده. فقط دستور داد که خارج شو از جلوی اینها، از سر اینها. حضرت آنها را نگاه نکرد. فلما رأینه، هنگامی که اون خانم ها یوسف دیدن، یوسف علیه آنها را ندید، یوسف آنها را نگاه نکرد. اون خانم ها چشمشون به جمال جهان آرای یوسف وقتی افتاد، اولین اثر اکبر نه، بسیار عظیم را تصور کرد، کبیر دانستن، در حسن و جمال فوق العاده را تصور کردن. این تأثیر قلبی آنها و تأثیر قالبی، قطعن ایدیهن، چنان مبهوت شدند که زخمی کردند و بریدند و قطع کردند دستهای خود را. و تأثیر زبانی اینها گفت، همه گفتند حاشا لله، پاکی که به خدا اختصاص دارد، الله پاک است، منزه از هر عیب، از هر نقص. لیکن ما هذا بشر، این بشری نیست. از چیه؟ این هو الا ملک کریم، این یک فرشته بسیار معزز و قشنگ. کجا دیدن ملک کریم را که اینها تشبیه داده حضرت یوسف را؟ در اذهان عامه مردم همینه که فرشته چیز زیبایی، و در دنیا ضرب المثل هم است که فلانی فرشته، هیچ کسی هم فرشته ندیده. اذهان عامه همینه که فرشته موجود زیبایی. یک ملک کریم هست، ملک معززه. از چه حیثیت؟ از حیثیت حسن و جمال این فرشته، یا از حیثیت عفت، اینقدر قوه، اینقدر شهامت، تجرد، اهلیه هم ندارد حضرت یوسف علیه السلام. با این همه قوای قوی، ماشاءالله، چنان چهارشانه و چنان قوی هیکل و چنان سرخ و سفید که خدا میداند. در حدیث آمده است که نصف حسن به یوسف داده شده و نصف حسن بر حسینان دنیا تقسیم شده است. گفتم کسی که مجرد جوانه، اینقدر قوت و طاقت و نیرو در او احساس کردن، و باز هم داعیه خانم قشنگ و زیبای بسر زلیخا، و این کمال عفت را می کند. این انسانی نیست، این فرشته ای هست. به این خاطر گفتن فرشته که نیازی ندارد، به این خاطر گفتن ما هذا الا بشر، ما هذا بشرا ان هو الا ملک، ان هذا ان نافیه، نیست این مگر یک فرشته معزز. به هر حال این تأثرات ثلاثه را اینها خانم‌ها ایجاد کردند. دستها خونالود، اینها خورده بودند و نرم و نازک، خونهای اینها به فشار زد فوری بالا، 20 درجه آمد فشار خون اینها بالا. خب وقتی حرارت هم فشار خون میاد بالا. به این خاطر دستها اینها خونچکانه. و اکبر نارا معنای دیگر هم کردن که حزن درونشون هم خراب شد، تمام پاچانهایشون خراب شد. به این خاطر این تأثیرات برای آنها خیلی سخت تمام شد. تمام دست و پا آلوده و خون آلود از بس که اینها متأثر شدن. حالا خانم زلیخا میگه، قالت، گفت خانم زلیخا، فذلكن الذي لمتنني فيه. این فذلكن، این کنه کاف خطابی نیست، ضمیر نیست، این کاف حرفیه.
در آخر اسم اشاره آمده است. حالا گاگای بعضی بزرگان میگن این شما خیلی غلط معنی میشه. بله من برای شما میگم اگر یاد شما ماند و شما آنهایی که از صرف و نحو خبر دارید، این ذالکن، این کنه ضمیر نیست، حرف لا محل له من الاعراب، مثل ذالکم الله. پس این ذا اسم اشاره است. این آقا الذی، اون آقاییه که لمتننی فیه، شما خانم ها مرا ملامت می کردی. امرأت العزیز تراود فتاها قد شغفها حبا، من که سالهای سال اینا نگاه می کنم، دست نبریدم، دست و پا خونی نکردم، شما که هیچی نمان برای شما، رنگها پرید، این همه آرایش شما به خاک تبدیل شد، خاکسترها. با یک دی فلما رأینه، با یک دی نه دست برای شما ماند و نه پا برای شما ماند، نه این لباسهای فاخر فیشنی که به تن داشتید سالم ماندند، همه داغون شدید. ها امرأت العزیز تراود و فتاها، من در انتخاب یار اشتباه میکنم، همکارانم. شمایی که گفت یک بدشک را به قول همونه با پست ازدواج کرده، یکی را یک استانداری را حضرت شیخ اسلام میگه در زاهدان شکل ناسیبایی داشته، یک خانم مدل بالای ازدواج کرده. یک گفته چی تو انتخاب کردی؟ بابا من استانداری را ازدواج کردم، من اینه که ازدواج نکردم، پستش ازدواج کردم. این همیشه دنبال پستن، بد شکلها، بد قیافه‌ها، چرسی‌ها را، بنگی‌ها را اینها ندیدن. یوسف را خانم زلیخا حالا چنان کوبید دهن اینها را که فذالکن الذی لمتننی فیه، این کسی هست که شما من درباره این ملامت میکردید. این گفته امرأت العزیز تراود و فتاها، معلومی است خیلی ملامتش کردن، هر کس گوشی را بر میداشت و ملامت میکرد. کم از کم انسان با همسنی اگر میخواهد جفتی بگیرد لاغ خودش را بگیره، نه غلام کنانی. دیدی با یک دی هیچی برای شما نماند. این همونه. حالا دیگه حیای زلیخا کم کم دارد از بین میره، عشق زلیخا دیگه دارد از کوره در میاد، با هم سنفان خودش و هم شغلان خودش مثلا را در میان مطرح میکنه. اونجا که گفت ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، اینجا میگه نه، به خدا قسم من دعوت دادم این یوسف را، این فتا را ان نفسی، نسبت به نفس آن، من گفت شنود کردم از نفس او، طلق بهش گفتم حسب ما رأیتن و سمعتن، همانطوری که شما دیده ای و شنیده ای من با این غلام گفت و شنید کردم، لیکن فستاسن کمال اسمت را و پاک دامنی را این انسان برخورد کرده. استعصام از عصمه بیشتر مبالغه، کاملا این افت حالت یوسفی ماضیه. اینجا سین و تا مبالغه هست، ها هنا مبالغتون یدل علی الاعتناء القوی، یعنی کاملا اسمت خود را حس کرد. حتی تا الان من گفتم یک مرتبه این من نگاه نکردیم، یوسف علیه السلام این زلیخا را نگاه نمیکرد. چشمه ها خدا بداند چه نوع چشمی بود، چنان پایین میشد که این مریضان عشق میسوختن که یک مرتبه هم ما را نگاه نکرد. استعصام من کاملا اسمت و پاکدامنی را رعایت کرده.
طرف میگه کاملا رعایت کرده است و بعضی هم می‌نویسن نه یوسف هم اراده کرد یا هم مشتی زد خرجت منیه من انامله. اینها را اصلا قبول نکنید. طرف حساب زلیخه هست و دیگر الله. زلیخه میگه کاملا عصمت را رعایت کرده. نیست که حضرت یوسف علیه السلام استعصام یعنی کاملا عصمت و پاکدامنی را رعایت کرده است. و الان من هم به آخری هشدار بهش میدم که اگر نکرد ما آمره را آنچه من بهش دستور میدم پیش هم صنفان خودش، هم شغلان خودش، هم کاران خودش زلیخا همه مثل به ایمان هر یکی دوتا ستا چارتا جفت داشتن. میدانه از احوال دیگر خبره. این خاطر علم دی جلوش میگه اگر انجام ندهد این غلام کنانی ما آمره را آنچه من بهش دستور میدم تو در زندان قرار خواهد داده شد. این لام لئن، این لام مقدمه قسم است. یعنی زلیخا قسم میخورد به والله اگر این عمل را انجام نداد که من بهش دستور میدم برای انجام اون کار تو حتما یقینا در زندان قرار داده میشه و یقینا او از صاغرین میشه. تنوین لیکونن نه تنوین عوض نون خفیفه است. و یقینا او از ذلیلها و خارها در زندان قرار میگیره، از بیعزت ها میشه. صاغرین حضرت معنی میکرد بیعزت میشه، از اون صاغرینه. همه خانم ها مشتری شدن. اول یک زلیخا بود، الان همه خانم ها دور بر یوسف گرفتن، محاصرهش کرد، جای فراری برای یوسف را گذاشت. همه داعیه و مشتریه حضرت یوسف شدن. حضرت یوسف به عروه وثقا، به اون پناهگاه عزیز که اول در برابر زلیخا گفت معاذ الله، الان با لهجه دیگر به خدای کریم متوجه میشه. قال نزاهت یوسفی، مسلک انبیاء در مسئله دعا. حضرت مثل یک سیل که در میان چند صیاد محاصره بشود، حضرت یوسف علیه السلام محاصره شد. حضرت یوسف شروع کرد دعا و التجا را. قال رب السجن یا رب یا رب السجن، اون زندانی که خانم زلیخا من تهدید به آن می کند، احب الیا، خیلی محبوب به جانب من، مما یدوننی، از اون مسئله ای که این همه خانم ها مرا دعوت میدم به طرف آن. هر خانمی میگفت ای یوسف جان اگر التفاتی به طرف ما بکنی هم خوبه، یک مرتبه نگاهی ما را هم بکن، ببین منم. میگه ببین منم، و خواب به سر تو را ببینه برای چی؟ حضرت مناجات با رب العالمین داره میکنه. یا رب، چرا پدرش صدا نمیزنه؟ این پدر که مشت به سینه میزنه چرا صداش نمیزنه؟ هر جا معاذ الله یا ربی یا ربی. الان دیگه پیغمبر چنان به جوش غضب آمده، میگه ربا زندان میخواهم، دیگه خانه زلیخا را نمیخواهم، خانه عزیز مصر را نمیخواهم. سبحان الله. پیغمبر ببین مصیبت را بر معصیت چقدر ترجیح میده. دیگه من خانه زلیخا و خانه عزیز مصر، خانه این بی غیرت ها را نمیخواهم، زندان. از سجن احب الیا مما یدوننی. حضرت یوسف علیه السلام متوجه شد که الان مسئله خیلی حساس شد، خیلی مشتری شدن و لحاظا من در هیچ جای جز زندان نجات نمی کنم از معصیت و گناه.
روزی نه روزی من در بلا میافتم. لذا فرمود یا رب السجن احب الیه مما یدوننی الیه، از اون معصیتی که این همه زنکا من دعوت به آن میدن. و اضافه کرد و الا تصرف عنی، اگر منصرف نکردی ربا از من کیدهن، ترفند و نیرنگ این زنکهای زشت را، تو اسبو الیهن، میل میکنم من به طرف آنها به مطابق تقاضای طبع بشری. و اکم من الجاهلین، و من از نادانها قرار میگیرم. این کار بد و زنا برای لذت چند آنی این کار احمقان است که خالق را ناراض بکند و مالک را ناراض بکند و صاحب نعمت را ناراض بکند. من از احمقان میشم. کار زنا کار احمقان است که خالق و توانا را و مالک را به خاطر یک لذت آنی و فانی اینها ناراض میکنند. فریاد زد، اللہ تعالی فوری جواب داد، فاستجاب له ربه، فوری جواب داد به یوسف رب یوسف، فصرف عنه کیدهن، دور کرد از یوسف مکرین زنکارا. این همه زنکای مکار، این معلوم شد که همه مکر کردن، همه حضرت یوسف کاملا در محاصره انداختن. این مرحله خیلی حساسه. یک نفر هنوز یک چیزی میشه فرار کرد، حالا جای فراری برای یوسف. تو اللہ تعالی ترفند آنها را منصرف کرد از یوسف علیہ السلام. چرا؟ انه هو السمیع، او فریاد کنندگان را میشنود، حال آنها را میداند. کی با صمیم قلب او را فریاد میزند و از احوال آنها خبر دارد. لذا هر کس در هر لحظه ای که الله سبحانه و تعالی را فریاد بزند، الله تعالی به داد او میرسد. او سمیع العلیم است. فریاد کنندگان را او میشنود و حال آنها را میداند. خلاصه تمام شهر پر از غوغا شد که یک غلام کنعانی این همه زنان و دختران وزرا و وکلا و سردمداران مصر و این همه بیغیرت ها بدنام شدن که همه اینها فرشته یک غلام کنعانی شدن. تحقیق و بررسی کردن تا نه بابا این خبیثا خود دست بریدن. تحقیق کردن تا کنعانی هیچ جرمی ندارد، مبرا پاک. از اینجا که آراسته رفت، از اونجا شکلها پریده گوی از گورستان میاد، حواسشون باخته. اکبر نهو معنی شمید، تمام حواس باخته، دستها بریده و بان پیچن، لباسها آلوده. این سران ملک و این بی انصافان جهان به جایی که این خانم ها را تحقیق کنند، اینها را عزت دادند و غلام مظلوم کنعانی را به زندان نوین فرستاد. نوینه یا عوینه؟ خلاصه همون نوین. بگذار بابا نوینه. نفرستید این غلام کنعانی را که این همه خانم های مدل بالا ضربه دیدن، این هم بره توی زندان ضربه ببینه. اون خبیثه ها فکر میکردن لحظه این زندان این کنعانی را خیلی نرم میکنه، خیلی شیرین میکنه، فردا خواسته این مریضان هم برآورد میشه، نعوذ بالله نسل کشی میشه، حسنها مضاعف میشن. این لعنتی ها
یوسف علیه السلام را بدون جرم، بدون جنایت، بدون کوچکترین جرمی که برایش تشخیص بدن راهی زندان کردن. دلیل ثم بدا لهم، بعد ظاهر شد برای این مصری ها، من بعد ما رأوا الآیات، بعد از این که مشاهده کردن دلائل پاکی یوسف را. آیات معنی نشانات نزاهت یوسفی، نشانات پاکی یوسف را مشاهده کردن که حضرت یوسف کوچکترین گناهی ندارد. همه این زنکهای بی دین و لا مذهب و عشقباز و کوچگر اینها خود را بریدند و آلوده کردند. یوسف علیه السلام هیچ گناهی ندارد. اینها داعیات بودند، یدعوننی، همه او را دعوت داده بودند. یوسف علیه السلام بسیار خاطر. بعد ظاهر شد برای آنها، بعد از مشاهده آیات پاکی یوسف چه ظاهر شد که لیسجننه، باید این سردمداران مصر به زندان بفرستند یوسف علیه السلام. ضمیر لیسجننه این به طرف حکام و قضات و حکمه زلمه مصر راجع است. ظاهر شد برای اینها این مصلحت که حضرت یوسف را متهم کنند و به زندان بفرستند الهی تا یک مدتی. این غوغا و این سر و صدا همه گفتن یوسف جرم کرده. این خانم‌هایی که جرم نکرده و بی ایمانها جنایتکاران را زندان نفرستادند، مظلوم را به زندان فرستادند. این انصاف دنیای ظلمه، حفظ آبروی خود متهم حضرت یوسف کردند به جلوی مردم، جلوی عامه. بله بعد از اینکه پاکی یوسف برای آنها هم ظاهر شد، او را بفرستن به زندان. ظلمان خیانتکاران را ببرند باندپیچی کنند و مظلوم را ببرند در زندان. قانون دنیا همین، قاتل ها میگردند و مظلوم ها میرن زندان. مظلوم ها آه کشیدن و رفتن زندان و ظالم میگردن، قتل کردن، خون ریختن، معلول سر جا گذاشتن، اونها میگردن. این همه قاتل های گردن کلوف در دنیا میگردن، انسان ها کشتن و بیچارها کشته شدن و باز هم گناه مال مقتوله. قاتل ها تبره. این بی انصافی دنیا هست. الله سبحانه و تعالی بیانش می‌فرماید دنیای کفر و شرک، دنیای الحاد و بیدینی همین کارهای ظالمانه را در طول تاریخ کردن و الان هم دارن میکنن. همین طوره. خب بفرستن تا یک مدتی، چند سال، بعضی میگن 5 سال، بعضی میگن 7 سال، بعضی میگن 12 سال حضرت یوسف در زندان. از این طرف حضرت یوسف دستبند زدند و به زندان آوردند. از اون طرف دو متهم دیگر هم آمد، همزمان وارد زندان شد. به درب زندان دو متهم دیگر با حضرت یوسف رسیدند. از اون طرف مامورهای اطلاعات ویژه از دربار ملک گرفتند و متهم و آوردن به زندان. از این طرف این متهمان و آله کار وزرا حضرت یوسف آوردن به زندان. آورد و دخل ما، این حالت هفتم حضرت یوسف. اینجا هم حضرت یوسف امتحان دانایی او و امتحان فراست او و زیرکی او هست در زندان که حضرت یوسف علیه السلام چقدر دانایی هوشیاری دارد. داخل شدنم را با حضرت یوسف همزمان در زندان فتیان دو تا غلام دیگر که مال بادشاه بودند، یکی در قسمت آشپزخانه و یکی در قسمت سقایه، آبداری. آبدار چی میگه چی میگه؟ خلاصه یکی چای دهنده و شراب دهنده ملک و دیگری آشپز. این دو تا فتیان ملک بودن، اونها همزمان با حضرت یوسف وارد زندان شدند. از اون طرف مامورا اونا را آوردن، از این طرف این بردن. به این خاطر حضرت یوسف علیه السلام
در استراحتگاه هم استراحت کرد و اینها هم رفتند و خوابیدند. خوابی دیدند. چطور حضرت یوسف وارد زندان شد، بسیار برخورد حسن با اهل سجن کرد. سلام علیک، اول پرسی، دلجویی، با چهره با همه را مسرور کرد. چیزی در بساط داشت، به اینها تقدیم کرد. خلاصه اینها خوابیدن اون فتیان و خواب دیدن و خواب خود را برای تعبیر پیش حضرت یوسف بیان کردن. قال احدهما، بیان خواب، یکی گفت که ساقیه انی ارانی اعصر خمرا، من میبینم خود را در خواب که انگور آب میکنم. خمرن ذکر مسبب اراده سببه، مراد انگور را برای شراب آب میکنم. من میپشه آب میکنم من انگور را تا شراب بسازم. و قال الاخر، دیگری گفت که صاحب طعام و خباز بود، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، من میبینم خود را در خواب که حمل میکنم بالای سرم نان را، تاکل میخورد مرغها از اون نان که من بالای سر حمل دارم. نبئنا بتأویله، خبر کن ما را ای یوسف به تعبیر ما قصصنا علیه. ضمیر تعبیری برمیگردد ما قصصنا علیه، تعبیر ما قصصنا علیه کرا برای ما بیان کن. انا نراک من المحسنین، ما میبینیم تو را خیلی نیکوکاری. کجا نیکوکار دیده؟ ای الی اهل سجن، با اهل زندان خیلی برخورد حسن داری، نیکوکاری میکنی. یکی گفتم شما محسنید، چرا؟ لانک تعبد الله فی کل حین، همیشه شما در عبادت مشغولی، در نماز، در ذکر، در تسبیح. شما را ما ندیدیم غافل. بازی میگه شما محسنید الی اهل سجن، بازی میگه نه شما به عبادت خدا زاد المسیح گفته لانک تعبد الله فی کل حین، هر وقت ما تو را میبینیم در عبادت مشغولی. حضرت تسلی داد قبل از تعبیر. قال حضرت فرمود لا یاتیکما طعام، نمی آید پیش شما اون غذای نهار یا شام یا صبحانه. از این لحظه که اینا تعبیر خواب کردن غذا پشت سر می آمد که شما داده می شوید اون غذا را. الا نباتکما، مگر من خبر میکنم شما را به تعبیله، به تعبیر ما قصصتما علیا، به تعبیر آن خوابی که شما برای من بیان کردید. اول دلجویی قبل از غذا من تعبیر خواب را برای شما میگم. غذا یا نهار بود یا شام بود یا صبحانه، معمول دنیا همینه. قبل از این غذایی که به شما داده میشود در زندان، من برای شما تعبیر خواب را بیان میکنم. یا بعضی گفتن مراد از تمام ترزقانی همان طعامی است که اینها در خواب دیدن. یکی دید که من شراب را آب میکنم، انگور را آب میکنم و شراب میسازم، و دیگری خواب دید که من بالای سر خودم نان حمل میکنم و پرنده ها میخورند. لذا احسن همینه که مراد از طعامی که تو زندان داده میشود. قبل از آمدن اون غذا من تعبیر خواب را برای شما بیان میکنم، یعنی تسلی داد آنها را که من تعبیر خواب را بیان میکنم. در حال حاضر حضرت خواست که اینها را مسئله توحید تفهیم میکنه. انبیاء علیهم السلام برای بشر قلبشون میسوزه، میدانست که یکی فوری میمیرد و یکی بعد از مدتی هم میمیرد. اگر با ایمان بمیره برایش خیره. پس یک مسئله توحیدی برای اینها مطرح کنیم که شاید ایمان نصیبش بشه و تا روزی که میمیره با ایمان بمیره تا آخرتش آباد بشه. به این خاطر تعبیر خواب را نکرد که اگر من تعبیر خواب را بکنم دیگه اینها در مجلس من نمی نشینن و فرصت سبق دادن توحید به من نمیرسه. حالا که آمدن برای تعویض، من قبل از دادن تعویض مسئله توحید را تفهیم بکنم.
الان نیاز دارم می نشینن و اگر من تعبیر گفتم دیگه میرن و من هرچی بگم بشینید می نشینن. میدانست طبیعت این گردن کلوفتان حکام همینطوره، حاضرن که از کسی حرف بشنون؟ هرگز حاضر نیستن. خیلی متکبرن، درباریان و از حکام متکبرن، اونها حاضر شنیدن حرفهای کسی نیستن. حضرت به این خاطر آنها را وعده تعبیر هم داد تا که اینها بشینن و مسئله توحیدی را که اینها را مخاطب قرار میدهد و اطراف هم دیگران نشستن، این مسئله توحید به این رفیقان زندان برسه. امروز موقع رسیده، اینها خواب دیدن و خواب را بیان کردن، اینها وعده داد که شما را قبل از نهار من تعبیر، لحاظا شروع کرد مسئله توحید را برای اینها مطرح کرد، رسالت خود را هم مطرح کرد، لیکن نه به این لحجه که من رسول الله هستم، من پیغمبر خدا هستم، به لحجه ای که برای اینها گران تمام نشه. و بابا رسول الله گفتن کار آسانی نیست، مردم حاضر نمیشن زود بپذیرن که من رسول خدا هم. میپذیرن؟ هرگز نمیپذیرن. به این خاطر فرمود ذالکما، این کاف هم کاف حرفیه، ذا اسم اشاره. این تعبیر از اون علومی هست که علمنی ربی، ربم به من تعلیم داده، یعنی من رسول خدا هست، من معلم من الله. انی و باز شما چه کاره‌اید که رب شما را تعلیم داده؟ حالا حقیقت خود را بیان میکنه. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله. فکر نکنید من از این جادوگرها و سحرها و منجمین مصرم، من از این مصری های کافر و ملحد نیستم. من ترک دادم آیین قومی را که ایمان ندارن به خدا، یعنی انکار توحید میکنن. لا یؤمنون بالله، و این نگفتن حاشا لله. چطور ایمان بالله ندارن؟ یعنی به وحدانیت خدا ایمان ندارن، توحید و عبادت را به اختصاص نمیدن. ورنه این زنکان نگفتن حاشا لله. حالا الله را قبول داشت، پاکی که برای خدا است، مگر این بشری نیست، ملکیه، کریمیه، معززیه. من آیین قومی را که ایمان ندارم به خدا، ایمان به خدا ندارن، ایمان به دستورات الهی ندارن، و آنها نسبت به آخرت هم کافرون، هم کافرن، قیامت را هم قبول ندارن. من از این قوم ها نیستم، من اینها را ویل کردم. خب شما چی کاری؟ اتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب. من پیرو آیین پدرانم هستم که ابراهیم باشد. صدای ابراهیم در مصر همه آشنا بودن. من پیرو آیین اسحاق هستم که جد منه، و من پیرو دین یعقوب هستم که پدر منه. صدای این بزرگان در دنیا پخش شد، مردم میدانستن. ابراهیم سیدش در تمام دنیا افتاده، از آتش نمرود نجات کرده، خانه ای ساخته در مکه. و ابراهیم خلیل دیگه بعد از امتحانات تقدس ابراهیم را الله تعالی در دل انسان ها جا داده بود. انی جاعلک للناس اماما. بعد از امتحانات این خاطر من پیرو دین آبای خود هستم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب. خلاصه دین آبای من اینه: ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء. اصلا جائز نیست برای ما که ما شریک کنیم با عبادت خدا چیزی را، ای شیء کان، هر چیزی که باشد. اصلا در آیین ما با خدا ما کسی را شریک نمی کنیم. ما کان لنا ان نشرک. خلاصه مذهب من و مذهب آبای ما اینه که اصلا امکان ندارد برای ما که شریک کنیم با خدا چیزی را در ای شیء کان، من ملک او جن او نبی، فضلا از صنم الذی لا یسمع ولا یبصر. هیچ چیزی را ما با خدا شریک نمی کنیم. ما کان لنا ان نشرک.
سنجایز ذالک این عقیده توحیدی من فضل الله یا ذالک این عدم شرک از ما از فضل خدا هست که بر ما عقیده توحید عدم شرک منا از فضلهای خاص الله هست که بر ما است و بر آن انسانهایی که با خدا کسی را شریک نمی کنند. لیکن اکثر مردم لا یشکرون بمعنی لا یوحدون خدا را وحده لا شریک نمی دانند. اکثر مردم لا یشکرون بمعنی لا یوحدون تفسیر جلاله تفسیر روح المانی نوشته. خلاصه تا اینجا سروران گرامی مسئله رسالت خود را مطرح کرد و چکیده توحید را اجمالاً بیان کرد که آیین ما اینه که با خدا کسی را شریک نه در ذات خدا نه در صفات خدا و نه در عبادت خدا، نه نبی را نه ولی را نه جنی را نه ملکی را نه بوتی را و نه غیره من شیء. این خلاصه دین خود را بیان کرد و اشاره کرد که من هرچی میگم وحی الهی است، یعنی من معلم من الله هستم، من رسول خدا هستم. لذا الان میخواهد مسئله توحید را کمی واضح تر بیان کند. قبل از توضیح توحید یک دلیل عقلی ذکر می‌کند. این ارباب متفرقون خیر من الله الواحد القهار یک دلیل عقلیه. آیات درهای متعدد برای حاصل کردن حاجت و مقصد بهترن یا خدای واحد القهار یک خدا، یعنی یک خدا را انسان فریاد بزند برای هر حاجت یا هر آستان و هر باستان و هر عتبه‌ای بره سر پایین کنه. شما بگید عقلا ارباب ای صاحبان زندان اربابون بعد همزه استفهام لفظ عبادت، آیا عبادت ربهای متفرد خیرون بهتر است یا عبادت الله واحد القهار؟ انا خیلی خوب میشه. عبادت ربهای متعدد بهتره یا عبادت الله واحد القهار؟ اللهی که یگانه است، قهار بر تمام دنیا غلبه دارد. خود شما بگید با عقل این دلیل را مطرح میکند حضرت پیغمبر علیه السلام، یوسف علیه السلام. این دلیل عقلیه. حاجت رواهای متعدد بهترن یا الله واحد القهار؟ الان مسئله توحید را بعد از تفهیم این دلیل عقلی شروع کرد. این نکته را مطرح می‌کند. این مسئله توحید است. ما تعبدون من دونه، شرک همیشه در عبادت بوده سروران گرامی، شرک در چیزی دیگر نبوده. ذات خدا را یگانه می‌دانستند، حاشا لله آنها میگفتند، الله را قبول داشتند. بی خاطر میگه ما تعبدون، شما عبادت نمی کنی جانی مالی زبانی غیر از الله الا اسماء، مگر نامهایی که سمیتموها، شما تسمیه کردید اون نامها را و آبای شما بر اون مسما. اسماء به معنی مسمیات، این مشکل گشای، این حاجت روای، این دهنده فرزنده، این نجات دهنده از زندانه. شما این مسمیات را تسمیه کرده اید با این صفات، با صفات حاجت روایی و مشکل گشایی و فریاد رسو. شما اینها را کردید، ورنه که خدا چیز دلیلی نازل نکرده. اسماء من مسمیات. شما عبادت نمی کنید مگر یک سری مسمیاتی که برای آنها این تسمیه ها را شما گذاشتید.
شما اونها را تسمیه کردید به حاجت روا و مشکل گشا و فریاد رس و آواز شما کردند. ما انزل الله بها من سلطان. ببینید برای هر عمل باید دلیل آسمانی نازل نکرده خدا. برای معبودیت این مسمیات هیچ دلیلی نه عقلی نه نقلی. چه دلیلی دارید که این عصبات باید عبادت بشن برای اینا گنبد و شنبد ساخته بشه؟ دلیل هست؟ هیچ دلیلی نیست. ما انزل الله بها، نازل نکرده خدا برای معبودیت آنها هیچ دلیلی را، نه عقلی نه نقلی. ان الحکم الا لله، نیست حاکمیت الا لله مگر به خدا اختصاص دارد. حاکم احکامات، اوامر، آمریت به خدا اختصاص دارد، حاکمیت به خدا اختصاص دارد. این حاکم مطلق و این آمر مطلق امر دستور اکید داده است که الله تعبدوا الا ایاه، پرستش نکنید جانی مالی زبانی مگر ذات مقدس اون حاکم مطلق را. حاکمیت دنیا و آخرت از آن الله است. الله دستور داده است که عبادت حق اختصاصی الله است، دیگر کسی را عبادت نکنید. حاکم مطلق الله نیست حاکمیت مگر به خدا اختصاص دارد و اون حاکم مطلق دستور داده است که لا تعبدوا الا ایاه، پرستش نکنید نه جانی نه مالی نه زبانی مگر ذات مقدس او را. ذالک الدین القیم، همین است دین مضبوط که فقط یک خدا را عبادت کنید. این توحید بالعبادت، ذالک مشار الیه، توحید بالعبادت الدین القیم، دین مضبوط هست، دینی که اصلا تغییر نمیشه و نسخ نمیشه. چرا؟ هدف خلقت انسان است و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این دینیه که هیچ کس نمیتواند این قانون مصوب الهی را تغییر بده. این دستور خدا به هیچ عنوان تغییر نمیکنه. عبادت حق خدا، جانی مالی زبانی. لیکن اکثر مردم نمیدانند فیشرکون به، اکثر مردم نمیدانند، لذا با خدا دیگران را در عبادت شریک میکنند. با خدا دیگران را در عبادت شریک میکنند. اکثر مردم نمیدانند. فیشرکون به غیره. خب حالا دل حضرت یوسف تشفی شد که حق زندانی ها، ببین اینجا دیگه معلوم میشه که جماعتی بود، دو نفر نبود، سیغه های جمع به کار بردن سخنرانی نبود. ما تعبدون الا اسمان سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، حکم الله تعبد الا ایاه ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر مردم نمیدانند، با خدا دیگران را شریک میکنند در عبادت. حالا ضمیر حضرت یوسف علیه السلام در تبلیغ توحید آسان شد که حق اینها را، حق همراهی، همسایگی، همزندانی من ادا کردم، مسئله توحید را برایشون بیان کردم. لحظه حالا به وعده خودش ایفا میکنه، تعبیر خواب میکنه. یا صاحب سجن، دو صاحب زندان، نگفت دو صاحب من، دو صاحب زندان. اما احدکما، یکی از شما، اونی که ساکیه، فیسقی ربه خمرا، به دستور ثابت می نوشاند سیدش را خمر. این ربه به معنی سیده، او ربش را یعنی آقاش را، سیدش را شراب میده. و اما آخر دیگری که خباز بود و آشپز بود، او به دار آغیخته میشه و میخورن پرنده ها از سر او به دار آغیخته میشه و از دارش نمیارن پایی تا پرنده ها اونجا بخورنش. قضی الامر. وقتی این حرف را تعبیر کرده، این بیمان مشرک بوده. مشرک
فکر کردن که تعبیری شومی شد، برای یکی خوبه برای دیگری شومه. دوتایی گفتن نه ما خوابی ندیدیم. حضرت فرمود قضی الامر الذی فی تستفتیان، فیصله شده اون امری که شما راجع به آن پرسیدید، یعنی همینطور که من تعبیر کردم همینطوره. تکمیل شد. حکم خدا، قضای الهی با وحی الهی به من ابلاغ شده است، فیصله همینطور شده و او انجام میگیره. اصلاح کرده می شود امر، آن امری که درباره آن شما طلب کردید و تعبیر هم همینه. حضرت یوسف علیه السلام با تحقیق کردن، غذایی را که پخته بودن بررسی کردن، شرابی را، اینا چطور متهم شدن. بعدش وقتی نشست برای غذا، ساقی گفت غذا نخور. اون آشپز متوجه شد که راز من دیگه گفت. دیگران دشمنان بادشاه این آشپز را پول کلانی طی کردن که تو در غذای بادشاه سم بریز که بمیره و جان ما آسوده بشه. دوتایی با هم هماهنگ کردن که در اون ساقی به ساقی هم گفت پول کلانی وعده کردن و به آشپز هم پول کلانی وعده کردن که تو در شراب هم سم بریز و این در غذا هم سم بریزه. این همه سمها را که میل کنه دیگه کارش تمام. به هر حال ساقی دید که پرورده نعمت خیانت میکرد و طعامی احمقی بود، فوراً در غذا ریخت سم. بادشاه وقت سر سفره نشست، ساقی گفت غذا نخوری. آشپز دید که واوا راز ما که فاش شد، گفت شراب نخوری. گیج شدن، هر یکی دیگری را متهم کرد، دستور دادن بگیرید. گرفتن تا تحقیق بپرستن که غذا را تحقیق کردن، شراب را تحقیق کردن. بله شراب سم ندارد، او صادق در آمد و طعام سم دارد. به هر چیزی که دادن در آن واحد مرد. یا آزمایشی که کردن، پس او را دستور دادن که ببرید اعدام کنید و از اعدام پایینش نیارید، همونجا آویزان باشه. حتما تو شهر اعدامش نکردن دیگه، بیرون از شهر، دور از شهر برد این مردکه را اعدام کردن و اینا از دار پایین آوردن که پرنده ها اونجا کارش تمام کرد. و این دیگری را بردن که واقعا این با دیانته و لحظا دیانت او تحقیق شد و مغربتر شد. حضرت یوسف علیه السلام قال للذی ظن انه ناج منهما، گفت حضرت یوسف برای اون شخصی که حضرت میدانست، ظن به معنی علم، حضرت میدانست که اون نجات میکند از اینا. حضرت فرمود اذکرنی عند ربک، تذکره ما را بفرمان نزد رب سیدت. این رب کیه؟ ریان و کان کافرن، ملک ریان است، اسمش ریانه، کافری هم بود. فانسا شیطان و ذکر ربه، فراموش کرده این ساقی را شیطان که یاد کند یوسف را نزد سیدش. ذکر یوسف عند ربه، اینجا مضاف الیه و مضاف هر دو محذوف که یاد کند یوسف را عند ربه. این یاران دنیا، این دغل دوستان که میبینید مگسانن گرد شیرینی، حالا تعبیر خب صادق آمد، لیکن اینقدر محبوب ملک شد که یادی از هیچی نآمد. کون راست دیگه تو مرتبه آمد و لحاظا با اکرام بیشتری آمد، نه با اون اکرام قبلی. محسن شناخته شد، خیرخواه شناخته شد، بادشاه گویا نفسش از همین رسید. چنان نشه شد در خدمت بادشاه
که زیر دست او دههای دیگه کار هم کردن. یادی از یوسف علیه السلام نکرد. پس مکث کرد حضرت یوسف در زندان چند سال. بضع سنین چند سال. بضع معنی چند، سنین سال، چند سال که همون من عرض کردم 7 سال و 3 سال و 5 سال و مدتی که برش گفتم 5 سال 7 سال 12. بضع عرب از 3 تا 9 را میگه، بیشتر از اون اصطلاح عرب ها. بضع 7 سال را تایید بود. حضرت یوسف در زندان ماند. و یک ترجمه آیه که درست همین، یک ترجمه دیگره که فانساه الشیطان، ضمیر انساه به یوسف باشد. فراموش کرد یوسف را شیطان که رب خودش را به کثرت یاد کند، به مخلوق متوسل شد. چه شد؟ به مخلوق متوسل شد. به این خاطر در زندان ماند. اگر حضرت یوسف به مخلوق متوسل نمی شد و اون مردکه را نمی گفت، لحاظا زود در زندان میام. خدا جریمش کرد، تو مخلوق میگه به من تو زندان. لیکن این توجیه را حضرت استاد از صاحب روح نقل کرد و گفت که این توجیه که صاحب روح گفته ثبت هذا من الروایات، قال الجازروی هذا خطا من المحقق الآلوسی. این خطای محقق آلوسی هست. محمود آلوسی بغدادی صاحب تفسیر روح المانی. تو گناهی نه و تحت اسباب وسیله را اعمال کردن، همه بیا کردن و گناهی نداره. حضرت یوسف به خاطر این که از توجیه سیمونه که من عرض کردم، حضرت گفت تذکره ما را بکن نزد سیده و شیطان اون مردکه را فراموش کرد که یاد کند یوسف را نزد ربش. پس به این خاطر حضرت یوسف من در زندان چند سال. بیان رویت ملک، حالا الله تعالی میخواد حضرت یوسف را از زندان بیرون کند. بادشاه وقت ریان خوابی میبیند و در تعبیر خوابش عاجز میشه. از وزرا و از ملاها و از این و از آن هرچی پرسید، کسی نتونست تعبیر خواب بکند. یک دفعه بیاد مردکه افتاد که عجب رفیقی بود در زندان که تعبیر چیزی با تعبیری کرد، حتما اون تعبیر بلده. پس گفت منو به زندان میفرستی. چرا نام یوسف گفت که برید یوسف کنعانی را در زندان سوال کنی تعبیر خبر شما. میخواست برای خودش آبرو بگیره. حالا که من زحمت کشیدم آمدم یک خوابی را هم تعبیر کن، شما را انشاءالله مردم قدر شما را میشناسن، از زندان خلاص میشه. این خاطر بلده این اهل دنیا خوب بلده، لیکن چنان کنعانیه که اینها را اعتنا نمیکنه. بی‌معرفتی این را حضرت یوسف دید که 7 سال تمام این بی‌غیرت یک روزی هم نآمد در زندان، از ما سراغی نگرفت، یک خبری هم نگرفت، یک پیامی هم نداد. اگر بادشاه آزادی نمیداد خودش کم از کم میآمد که خب ما رفیق زندانی. به ملاقات آمدن مشکله. چه مشکلی داد؟ هر وزیری را، هر مشیری را، هر رئیس زندانی را آشپز بادشاه بگه اجازه نمیده، 100% اجازه میدن. دیگه بی‌معرفتی کرد. تعبیر خواب، قال الملك انی ارى، من در خواب میبینم سبب کرات سمان 7 گاو چاق میخورد آنها را 7 گاو اجاف لاغر، و در خواب میبینه 7 خوشه سبز و شاداب و دیگران را خشکو که این خشکها بر اون ترها پیچیدن و اون خوشهای تر را هم خوش کردن. یا ایها الملأ، ای حکام، افتونی فی رؤیایا، تعبیر کنید برای من خواب من را، بیان کنید برای من خواب من را، تعبیرش بگید. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر شما تعبیر خواب بلدی، اگر هستی شما
تعبیر میکنید خواب، این خواب من تعبیر کنید. چیه تعبیرش؟ جواب اول ملأ، حکام اراکین سلطنت را ملأ میگن. اول گفتن اضغاث و احلام. احلام به معنی خواب، اضغاث پراکنده، اضافت اضغاث به احلام اضافت صفت به موصوفت. خوابهای پراکنده قابل تعبیر نیستند. دوم ما نحن به تعبیر الاحلام به عالمین، ما نیستیم به تعبیر خوابها آگاه دانا. کار ما سیاست مملکت داریه، یکی در قسمت وزیر دارایی، یکی در قسمت وزیر کشاورزی، یکی در قسمت وزیر بازرگانی و صنایع و فلزات است. ما دیگه کار ما با تعبیر خوابها نیست و ما هم نیستیم. این در جواب ثانی عذر لا علمی نسبت به تعبیر خوابها دانا. فن ما تعبیر خواب نیست. تعبیر خواب را ابن سیرینی میخواد، ما نمیداد. اینجا شراب میدادیم، کودانها را بیاد آمد که عجب من دوستی داشتم در زندان تعبیر خواب خیلی زیبا کرد. قال الذی نجا منهما، گفت اون شخص که نجات کرده بود از اون دوتا زندانی، این همون شرابی بود. و ذکر بعد امتین، پس توجیه صحیحه، یاد یوسف آمد بعد از یک زمان طولانی. بعد امت معنی مدت، بعد از یک مدت طولانی بیاد یوسف افتاد. و ذکر ما سبق من امر یوسف، بعد از یک مدت طولانی وصیت یوسف را یاد کرد. اوه تعبیر خواب برای ما کرد، منم وصیت کرد، منم بی معرفتی کردم تا الان یاد منه. و ذکر معنی ذکر تذکر، بیادش آمد آنچه یوسف بهش گفته بود بعد از یک مدتی. گفت این آقا انا انبئکم بتأویله، من شما را خبر میکنه از تعبیر آن خواب. لذا فارسلونی، من به زندان ببرید من به زندان. خب چرا نام یوسف را نگرفت؟ لم یسر بهی حرصا علی ان یکون هو مرسلا الیه. اگر میگفت میری در زندان یوسف کنعانی را بپرسید هم میتونستم، لیکن گفت من به زندان بفرستید که من تعبیر خواب شما را میارم. قرآن بادشاہ نوشته کرد رامه فرید بودو تاق داد اسم به دم زندان رسیده. حکم بادشاہ من ملاقات دارم با یوسف. رفت اونجا هم که رسید بے معرفت، نہ سلامی نہ کلامی، کہ نہ یاران میں گرد شیرینی ہے. خلاصہ گفت یوسف ایھا صدیق، یوسف صدیق و یوسف راستگو، افتنا فی سبع بکرات سمان، تعبیر کن برای ما، فتوا بده مارا، تعبیر بیان کن برای ما، هفتگاه سمان و چاق را که میخورد آنها را، سبون اجافون هفتگاه لاغر و هفت خوشه سب، دیگران خشک میپیچن خشکها به تراوانها را خوش میکنن تا من برگردم. لالی من تا من برگردم با این تعبیر خواب الی الناس، به طرف مردم، یعنی حکام مملکت، لعلهم یعلمون، تا آنها بدانن قدر رفیع شما را و برای نجات شما و برای آزادی شما قدر شما را بدانن. لعلهم بدانن قدر شما را و برای آزادی شما و از زندان اونها فکری بردن. حضرت یوسف علیه السلام اگر من می بودم یا شما، گفت احمق، مجانی تعبیر نمی گفتیم. باهای مجانی تعبیر میکنیم. تو میری یک مرتبه هم یاد نکردی، 7 سال 12 سال گذشته، امروز آمدی افتنا ایها صدیق، یوسف ایها صدیق، بی معرفت یک روزی هم سری میزدی. لیکن قربان میشیم به انبیاء علیهم السلام،
دیگه هیچی نگفت که تو بی معرفتی بی وجدانی تعبیر خبر رایگان برای شما کردم، مسئله توحید بیان کردم، شما همین بی معرفت دیگه من با شما حرف نمیزنم. دیگه حضرت برای خیرخواهی بشر نه تنها تعبیر را گفتن، تعبیر که مسلم بود تدبیر هم به آنها تعلیم بود. مهم تدبیره. فرمود تزرعون 7 سنین دابا، تزرعون خبر لفظن و امر مانند، زراعت کنید شما 7 سال پی در پی، پس آنچه شما درو کردید از محصولات بگذارید آنها را در خوشه ها، الا قلیلا مما تاکلون، مگر کمی از آن که شما مصرف میکنید اندازه مصرف خود بکوبید، باقی را در خوشه ها بگذارید تو انبارها، انبارهای بزرگ بزرگ بسازید و این گندم درو کنید توی خوشه بگذارید. جای بیشتری میخواد نه؟ گندم را با خوشه با کاه را دامنه شما میخورن هر وقت که میکوبید، ولهذا اندازه ضرورت خود بکوبید، الا قلیلا مما تاکلون. اونایی که میخورید اونا دیگه پاک میکنید. ثم یاتی می آید بعد ذلك صبر شداد و 7 سال بسیار سخت و قحط میخورن. این سالهای قحط آنچه را شما تقدیم کردید برای این سالها، 7 سال آباد سر به سر کنید که 7 سال دیگر هیچی باران غیره نمی آید، نیل خشک میشه، شما از اینها میخورید و جهان را هم میدید. الا قلیلا مما تحسنون، مگر خیلی کم از آنچه که شما حفاظت کردید برای تخم، که سال 15 فقط برای بذر چیزی را شما حفاظت کردید، اونا را بذر میکنید و هر چیز زیاد میشه. ثم یاتی من بعد ذلک عام، بعد از این 14 سال میاد یک سالی در آن باران داده میشون مردم به کثرت و در آن اینقدر میوه به دست میاد که مردم آب میوه میگیرن، یعصرون به کثرت آب انگور و آب میوه را، چون وقتی میوه زیاد باشد آبش گرفته میشه، وقتی میوه کم باشد کجا آبش گرفته میشه، شما در آب میوه میگیرید. وقال الملك ائتوني به. خلاصه اینجا اندماج مرحله 9 داستان مرحله حساستریه. حضرت یوسف تدبیر خواب را بهش گفت، خواب را تعبیر کرد. این معبر بدون کوچکترین تقاضای این دفعه دیگر نگفت برو یاد ما را بکن. هر نبی یک مرتبه میفهمند. دانا همینه که اگر انسان یک مرتبه که انسانی را تجربه کرد در خصت، دیگه 2 مرتبه پیش خصیص اصلا دیگه. این هوشیاری انبیا بوده. انبیا خیلی زیرکن. نادانی سر چهار حضرت یوسف احساس کرد که اینها رحم بر 2 تا زن ندارند، اینها نان میده. قد انسان های پستی هستند. یوسف علیه السلام پستی این را قبلا دیده. اولا فکر کرد که خوبی که انسان هوشیاریه، دربار ملک فردا میره حرفی میزنه، ما هم باش احسان کردم، تعبیر خواب را صحیح برشون بیان کردم، این کمالات علمی قدر علم را فکر کرد که شاید اینها میدانن. لیکن اینها کجا میدانن؟ کافر که هیچ چیز نمیدانن، قدر شناس نیست در روزگار انسان بی ایمان. این دفعه حضرت یوسف هیچی بهش نگفت، مفت مجانی ترحم علی خلق الهی تعبیر را گفت. تدبیر از تعبیر بهتر مهمه، تعبیر مشخص لحظه تدبیر هم گفت. این برداشت و بدو به دربار ملک وقتی تعبیر بیان کرد و تدبیر هم بیان کرد، بادشاه بسیار متأثر شد که این انسان که دارای این علم و کمال است مفت به زندان افتاده، از وجود ای باید استفاده کرد. بادشاه مصر تقریبا عقلی داشت، دیگران هیچ.
پادشاه متوجه شد که یک انسان ارزشمند و با قیمت و با صلاحیت جای او زندان نیست، باید او را آورد و از فکر او کار گرفت، از صلاحیت‌های استفاده گرفت. قال الملک، ملک ریان سرفرازی یوسفی شروع شد، ایتونی بهی، بری بیاری دینه برای من. تمام مزنان گفت بری بیاری دینه برای من. قاصد آمد. این قاصد همین صاحبی بود. این دفعه خیلی خوشحال شد، دیگه من حکم آزادیش گرفتم میگیرم. یوسف دیگه احساس میکند که رفیق ما رفیق خوبیه، آخر کاری کرد، ما را از زندان بیرون آورد. خیلی رفیقها برای رفیقها وقتی کار بکنن دیگه خیلی مسرور میشه. بدو بله یوسف جان، پادشاه دستور داده، اینجا اندماج، خیلی داستان اندماج داره، اجزای لازمه را ذکر میکنه قرآن. وقتی آمد قاصد ملک حضرت یوسف گفت پادشاه شما را میخواهد. اون فکر میکرد که نعمت الله بدون کفش و بدون همه چیز میاد بیرون که پادشاه میخواهد، یه شخص معمولی نه، پادشاه. حضرت فرمود ارجع الی ربک، برو به طرف سیده، اول سوال کن سید را که دم از عدالت و جمهوری میزند، چرا من در زندانم؟ برو بپرس این آقا را، برو آقا تا ارجع الی ربک، به من سیده، برو به طرف سیده و سوال کن از اون چی بود هدف اون زنکایی که دست بریدن. ما بال نسبت اللاتی، ای ما حال اون زنانی که قطعن ایدیهن، دستهای خود را بریدن، حال آنها چیه؟ چرا من به زندان آمدم؟ آیا من گناه کردم یا اون دست بریدگان گناه کردم؟ من همین حرف میزنم به خاطر این که باید مشخص بشه، من از زندان نمیرم، پرونده من بررسی بشه. ان ربی بکیدهن علیم، نزد مردم من میخواهم که ظاهر بشود، ورنه رب من الله سبحانه و تعالی از مکر این زنک های دست بریده کاملا اطلاع دارد. چقدر استقلال، چقدر صبر، سالهای سال در زندان و الان با کمال بی‌اعتنایی دیگه ارجع الی ربک، باید در پرونده من بررسی بشه. اسمه چرا؟ که از زلیخا نعمت دیده. انبیا قدر شناسن، پرورده نعمت. خانم زلیخا دست و زبانی سوخته برای یوسف، نهار آماده کرده، ولو هم که جنایت کرده، لیکن نبی حق شناس است، قدر شناسه. لیکن زنکای بیمن دست بریده برای حضرت یوسف چکار کردن؟ لباس یوسف شسته زلیخا، رخت خواب یوسف پهن کرده و جمع کرده، خدمت دیده. اون خدمت دیده را نامش نمیگه. اینقدر نمک شناسی در پیغمبر است. لیکن این زنکای دست بریده جز زندان از اینها دیگه چی چیزی دیده؟ راه زندان را برای حضرت یوسف باز کردن. ان ربی بکیدهن علیم، رب من از ترفند و نیرنگی اینها آگاه است. فوراً بادشاه دستور داد لیست زنکا، پدرشون نشسته، شوهرشون نشسته، همین درباریان دیگه چیه؟ اره این خانم ها را احضار کن. اما خانم ها آمدن، پدید پادشاه نشسته، خانم زلیخا هم آمد. خود پادشاه قاضی شد و حکمیت کرد. متوجه شد که قضات همین مملکت جانیان، رشوتخوارن، بیغیرتن، و لحاظا وزیرها از اونها بیغیرتن. خود حاکم شده
و قاضی شده و بازجویی میکنه. بادشاه کمی عقل داره، کمی نه زیاد عقل داره. همه زنکای دارن، بادشاه خودش سال میکند، به جایی که قاضی سال کند، به جایی که وزیری. اخه وزیرها همین خائن ها بودن و این زنان و دختران همین خائن ها بودن. برای حفظ آبروی این کثیفه ها یک پیغمبر معصوم و بیگناه را به زندان فرستادن. سال کرد ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه. نه گفتن یک سیدی و 100 شکاری، همه دعوت داده بودن یوسف. این خاطر حضرت یوسف جز زندان برای خود جای نجاتی نگید. زندان از ترفند اینها من نجات کنم، ورنه هر لحظه و هر شب و هر روزی که بر من میفته. نکلویلند کوچه کردن، نه نمیگذارم من، نه شبی میگذارم نه روزی. خب زندان برم دیگه، خب راه اینها بسته. ما خطب کننا، چی بود هدف شما و مقصد بزرگ شما هنگامی که شما دعوت دادید یوسف را از نفسش؟ هل وجدتن میلا الی انفسکن؟ همه زنکا یک سرا گفتا حاشا لله، پاکی به خدا اختصاص دارند، ما علمنا علیه من سوء، یک ذره سو ما از او احساس نکرد. یک مرتبه ما هم ندیدیم که مثل نعوذ بالله چشم چرانی کند، ما را نگاهی به چشم هم نکرد. یک مرتبه دین مبارک را به طرف ما بلند نکرد. ما علمنا علیه من سوء. خب رئیس بان، این باند فواحش، رئیس بان آباد میدان نوبت بازجوی رئیس بانده. رئیس بان میگه الان قالت امرأة العزیز الان دیگه حق حق و حقیقت ظاهر شد. انا راودته، اونجا که عشقش خام بود و مازتا من اراده به اهل کسوه، حالا که کباب شده و سوخته و پخته شده کاملا در مجلس عامه، انا راودته، من اون یوسف را دعوت دادم از نفسش و انه لمن الصادقین. در پروندهش نوشته هی راودتنی عن نفسی، و در پرونده یوسف نوشته و هی راودتنی عن نفسی، اون راست میگه و اون یوسف جان از صادقینه. خانم زلیخا دیگر رئیس بان اصلی مهره پرونده و همه زنکار به دستشون ببریدن و زلیخا نداده بود. رئیس بان و مهره اصلی خوب تشریح کرد که انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین، و اون یوسف از راستگویان هست که گفت هی راودتنی عن نفسی. اون راست میگه، من اون را دعوت دارم. پس تا هم دیگه قبلا ثبت شده. حالا این جمله بعدی ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، بعضی هم میگویند که ادامه صحبتهای خانم زلیخا، یعنی ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین، ادامه سخنرانی زلیخا. زلیخا گفت من این اعتراف را کردم تا که شوهرم عزیز بداند که من او را خیانت نکردم بالغیب، پشت سر او من خیانتش نکردم و خدا به مقصد نمی رساند سرپند خیانتکاران را. البته من نفس خودم را من زلیخا تبرئه نمی کنم که نفس لامارة بالسوء، خیلی حکم به سو می دهد، الا ما رحم ربی، مگر کسی که رب من رحم کند و او را محفوظ نگه دارد.
که مثل یوسف. ان ربی لغفور رحیم. بعض مفسر هم چسبیدن که این از سباق آیه معلوم میشه که تو سخنرانی زلیخا قالت امرأة العزیز، این مال این جمله هم ذالک لیعلم انی لم اخن ان ربی لغفور رحیم ادامه صحبت خانم زلیخا صوفی شده و لحاظا الان میگه که من شوهر من یقین کنه من خیانت نکردم. دعوت دادم میگه من خیانت نکردم. درست سروران گرامی که یک عده‌ای همین طور تفسیر کردن، لیکن آیا خانم زلیخا خیانت نکرده بود؟ خیانت مگه چی رگی؟ حضرت یوسف دعوت نداده بود؟ نگفت انا راوت تو غلقت الابواب کرد ہے طلاق بود. این خیانت نیست. چیه؟ همین درها را بستن یک خیانت. ہے طلاق خیانت دیگر. یوسف فرار کرد پیراهنش گرفت و یوسف کشید پیراهنش پاره کرد خیانت دیگر. اونجا جلوی شوهرش گفت ما جزاء من اراد باهلک سوءا خیانت دیگر. او از همه بزرگترین این زنان آراسته مصر خواند و همه را دستشون ببریدن دادی خیانت دیگر. یوسف تهدید به زندان کرده که حرف من نپذیری خیانت دیگر. کجا است که زلیخا خیانت نکرده که شما میگید لیعلم انی لم اخنه؟ این خائن تعریف نکنید. هر مرحله داستان را نگاه کنید، از روزی که این حضرت یوسف دیده این بدون خیانت بوده، این همه خیانت های بزرگ را کرده، چطور بابی وقاحتی میگه که ذالک لیعلم انی لم اخنه؟ و الان که در محضر بادشاه بازجویی داد که انا راودته و انه لمن الصادقین، خودش به خیانتش اعتراف نکرد. مگه خیانت چیه؟ این همه خیانت ها را زلیخا کرده، چطور میگه که من خیانت نکردم؟ لذا سروران گرامی قول حسن و معتبر این کلام حضرت یوسف هست و جواب یک اعتراض ہے. یوسف هم این جای، خانم ها هم این جای و محاکمه میشن. یا ببخشید یوسف علیه تو زندانه، اینها همش اینجا بازجویی دادن. این ذالک مقوله یوسف هست. وقتی حضرت یوسف آمد این تحقیق و تفحص این مقوله یوسف ہے. چرا اعتراض وارد می شد که یک حرفی شده 7 سال قبل 12 سال قبل، عقلم میگه که باید آبروی این زنکار حفاظت میکرد، چرا تفحص کرد؟ حضرت نے فرمود ما بال نسبت اللاتی قطعن ایدیهن، تو که پاکی اونها هم ناپاکن، تو باید پیغمبر اسمت آنها را آبروی آنها را حفظ میکرد. چرا افشای راز کردی؟ راز آنها را که بین تو آنها بود و چند نفر بود، چرا افشاش کردی در تمام اراکین سلطنت؟ یک نوع به اصطلاح حق حرمت دیگرانه. حضرت یوسف علیه السلام فرمود این تفحص، این گفت و شنید به خاطر اینه که اون پرورده نعمت من عزیز او بداند که من هرگز در حرم او خیانت نکردم و در خانه او با این زنکها من خیانتی نکردم، نه با زن خودش و نه در خانه. وقت در خانه کسی بره کسی جنایتی بکنه خیانت نیست.
در خانه هر کسی بره یک عمل زشتی انجام بده نسبت به صاحب خانه خیانته. فردا اگر راست بشه در خانه فلانی این عمل انجام گرفته، خودش یک بدنامیه. نیست بدنامی؟ دعوت میکنید و با کنایت میکنید، درسته یا نه؟ حضرت فرمود من این تحقیق و این تفحص را به خاطر این کردم که اون عزیزی که من به عنوان فرزند آورده در خانه او یقین کند که من یوسف پشت سر او هیچ خیانتی نکردم، نه با زن او خیانت کردم و نه با مهمانهای او خیانت کردم. مگه مهمانهای عزیز مصر بودن؟ و نبوده مهمانها؟ خانم عزیز مصر خانم دعوت کنه، هر که دعوت کنه، اون پرورده نعمت من بداند که نه من با زنش خیانت کردم و نه با مهمانهای خیانت کردم، بی خاطر من تفحص کردم. درست در بیا ذالک این تفحص به خاطر اینه که لیعلم عزیز بداند که من یوسف خیانت نکردم با او در خانه او بالغیب، وقتی حضور نداشته او غایب بوده است. و ان الله و دیگه بداند که الله هرگز مقصد نمیرساند ترفند خائنین را، خائنین را به هدف نمیرساند خدا. باقی یک نوع تزکیه نفس. پیغمبر علیه السلام می فرماید و ما ابرئ نفسی، من نفس خود را تبرئه نمی کنم. چرا؟ ان النفس لاماره بالسوء، نفس خیلی حکم به سو می کند الا ما رحم ربی، مگر کسی که رب من یوسف بر آن ترحم کند و بر آن اسمتی که انبیا دارند خدا رحم کند و آنها را معصوم نگه دارد. رب من غفوره برای کسانی که توبه می کنند و بسیار بخشنده است برای کسانی که توبه می کنند، رحیم جنت هم داخل می کنند. قال الملك اتوني به استخلصه لنفسي. خلاصه قصه ملاقات یوسف، حضرت یوسف تحقیق و تفحص خود را کرد، بادشاه دستور داد. الان بری بیایی تبرئه نامه همه سرکا امضا کردن یوسف پاد، خانم زلیخا امضا کرد یوسف پاد. حالا همه دنیا ثابت شد که یوسف هیچ داغی. اگر یوسف بدون تحقیق و تفحص می آمد همه مردم نمی گفتن که این یوسف، ولی هم که یوسف توبه کرده باشد نمی گفتن که این بدکار نعوذ بالله، همه می گفتن. پیش هیچ کسی خدا هیچ انسانی را بدنام نکند. خدا توبه بپذیره، مردم ول نمی کند. اگر چند بایزید بستانی هم بشود گناهگار، باز مردم ولش نمی کنم تا ببینم میگه همونه نمیگه خودش توبه کنن، بله مردم نمیگذار. الله تعالی هیچ انسانی را با هیچ بدنامی بین خاطر پیغمبر اسلام فرمودن اتقوا موضع التهمه، و مردم از موارد تهمت اجتناب کنید. جایی که به شما تهمتی وارد میشه فرار کنید که اگر یک مرتبه نعوذ بالله تهمتی مواجه شد دیگه انسان تبرئه نمیشه، ولی هم که توبه کنند و خدا ببخشد او را و او را بایزید هم بکنند مردم ولکنش نیست. حضرت یوسف علیه السلام به این خاطر از زندان آمد که اگر از زندان می آمد مردم یوسف را تبرئه میکردن؟ هرگز نمیکردن، سازش شده. خب اینجا یک حرف که دیگر هم هست، حالا شما خوش میشید یا نمیشید که یوسف با زلیخا، بعد میگه زلیخا در فراق یوسف سوخت و پیرزال شد و کبهی زد و جبهی زد. شما که یوسف زلیخا خواندید، امروز ما یوسف زلیخا را قبول نداریم. صد بشم یوسف زلیخا عشق داشته، کتاب یوسف زلیخا را نخواندی؟ خواندی؟ کی از شما کتاب یوسف زلیخا را خوانده؟ ماشاءالله. دیگه کی؟ یوسف زلیخا خواندی بابا؟ خواندی؟ یوسف زلیخا فرند یهودی ها هست.
قصه آمده که یوسف آخر با زلیخا ازدواج کرده. خب خدا که تا اینجا ذکر کرد یوسف ماجراش با زلیخا تمامه. کدوم آیه یا کدوم کلمه اشاره هست که یوسف علیه السلام با زلیخا ازدواج کرده؟ تا اینجا داستان تمامه. و ما اگر سخن هم زلیخا ما قبول کنیم ذالک لیعلم را ان ربی غفور الرحیم، هم سخن زلیخا بیشه، تا اینجا داستان تمامه. این طرف داستان یوسف میره با برادرها و با بادشاها و فلان و فلان، خبری از زلیخا نیست. این طرف تا این قسمت داستان از روز ورود در خانه زلیخا و تاخیرت به زندان و بیرون آمد، کدوم آیه یا کدوم حدیث اشاره شد که زلیخا را حضرت یوسف ازدواج کرد؟ آیه هست اشاره شده، حدیث صحیح از پیغمبر اسلام نقل شده، چشم دو تا ماخذ داری برای اعتقاد، از آیات ثابت میشه یا از احادیث صحیح پیغمبر علیه السلام. نه هر که بگه در روایت آمده و حسن گفته و محسن گفته و احمد گفته، این قابل قبول نیست. حدیث باید سندش ذکر بشه. این خاطر سروران گرامی اینها در قصه ها آمده، در افسانه ها آمده است که حضرت یوسف با زلیخا پیر شد و کبه کرد و جبه کرد و یوسف آخر آمد و دعا کرد و خانم زلیخا شیک شد و شب شد و دختر شد و ازدواج کرد و دارای دو تا فرزند شد و فلان و فلان. اینها همه افسانه، اینها همه داستان شیرینند و اسفندیار، هیچ سندی ما برای این نداریم و با عقل همین مردوده. زنکا و مردکری متهم کنند و آخر برای اینها با هم ازدواج میکنند. مردم نمیگن که بابا این سازش ها هستند. اینا چیه؟ اینا سازش هستند، اینا پرونده سازی هستند. اگر یوسف علیه السلام با زلیخا نعوذ بالله ازدواج میکرد، عزیز مصر میمرد. عزیز مصر بادشاہ خال کرد از وزارت دارایی، گفت وزیر دارایی لاغی نیستی، زلیخا این همه جرمها را کرده. حضرت یوسف وزیر دارایی کرد. حالا اگر اینها را ما قبول بکنیم، از با کدوم آیه با کدوم خانمی که این همه خیانت ها را کرده و این همه بدنامی ها را آورده، که طور حضرت یوسف میره مگر دیگه زن هیچ نبود که حضرت یوسف ازدواج کنه؟ دیگه دختر، دیگه زن، بی داغ، بی عیب، مثل کشوری در اختیار یوسف آمد. بادشاہ این وزیر دارایی کرد. لذا این داستان سند ندارد، این قصه ها سند ندارد. دیگه همیشه نگید که یوسف با زلیخا ازدواج کرده که گناهگار میشه. بگید در قصه ها آمده، قصه ها هم قابل قبول نیستن، سند ندارن. قرآن هیچ آیه اشاره نکرد و هر جا آخر که مجبور شد زلیخا گفت الان حق دیگه واضح شده. همه زنکا گفتم ما علمنا علیه من سوء، من دیگه چی بگم؟ خب اینه لمن الصادقین، راست میگه، هی رابطت میگو. بادشاہ گفت برید یوسف بیاری برای قال الملك ائتوني به، بری بیارید برای من او را در زندان، استخلص لنفسی، او را من خالص برای کارهای خودم میکنم، او را من در اختیار کسی نمیکنم. فلما کلمه، حضرت یوسف علیه السلام حمامی کرد، لباسهای تمیزتری که در اختیار داشت به تن کرد و با قیافه بسیار نبی به محضر ملک که آمد. اول شنیده بود، شنیدن که بود مانند دیدن. الان که بادشاہ یوسف دید دیگه مبهوت شد. فلما کلمه، هنگامی که یوسف علیه السلام سخن گفت با ملک، قال ملک اعلان سرفرازی کرد انک اليوم لدینا مکین امین، تو در محضر ما بسیار معززی
و بسیار امین و معتبری. خیلی معززی، تو خیلی امینی. چقدر بادشاه را مبعوث کرد، اعلان فرمود تو نظر ما مکین بسیار معززی و امینی. لحظه پذیرایی شاهانه شام و نهاری خورد. بادشاه پرسید حالا یوسف چطور من بکنم تا این چاره سازی بشود؟ حضرت دید که پریشانه. بادشاه میگه من اینجا یک انسان امینی ندارم، این همه وزیران دارایی، این همه حکام، این همه خیانت میکنن، رشوت میخورن، و لحظا این مشکل که تا 14 سال تا 15 سال اقتصاد مملکت تامین بشه و از تمام دنیا حضرت یوسف فرمود تو این کارها را بکن، تمام دنیا برای خرید گندم پیش تو میآیند، تو خیلی ثروتمند و دارا میشی کشوری، همه دنیا را قحطی میگیرد و تو دارا میشی. چه کسی برای من صحیح معنا کشاورزی بکند، صحیح معنا این انبارها را حفاظت کند، دزدها نبرند، غارتگرها نبرند؟ حضرت من کسی را ندارم، من یک انسان تنها چطور میتونم این همه کارها را، امور سیاسی را هم اداره کنم، امور دارایی را هم اداره بکنم، مگر من چقدر میتونم؟ انسان خوبی گیر نمیارم برای این کارها. حضرت دید که این بیچاره پریشان، فرمود اجعلنی علی خزائن الارض، من وزیر دارایی کن، قرار بده من را بر خزانه های سرزمین مصر، کل خزائن مصر در اختیار من بگذار، تمام زمین های کشاورزی و تمام امکانات مصر در اختیار من بگذار که انی حفیظ، من خیلی حفاظت کننده صاحب فراست هستم، علیم و دانا هستم، دخل و خرج را میدانم. ماشاءالله اینقدر انسان امینی باشد لحظه هیچ خطری نیست، همه اختیار به دستی تو، فقط جیره من بفرست ولی تو اختیار تام داری. حضرت یوسف علیه السلام شروع کردن، دستور دادن وزرای کشاورزی را کشاورزی کنید، برنج، جو، گندم، ماش، عدس، لوبیا، لپه، همه را کشت کنید. و بر همه حضرت یوسف سوار بر اسب و نظارت می کند و تخمین می زند که چقدره. دیگه قرآن این حرفای جزئی را نمیگه، الله تعالی از حرفای خود را اضافه کرد. کذالک به همین کیفیت ما بیان کردیم، قدرت دادیم ما برای حضرت یوسف در مصر، در سرزمین مصر، تا جا بگیرد از این سرزمین هر جا که بخواهد، کل زمینهای شهری و کشاورزی در اختیار حضرت یوسف علیه السلام. هر جا دلش بخواهد خانه بسازه، هر جا دلش بخواهد زندگی کنه، اختیار تام مصر را اختیار همین. بادشاه قد چشمی دارد و نگاه میکنه، چنان وزیری اختیارش افتاده دیگه شروع حضرت یوسف کشاورزی را، ساختمانها و جایگاه‌های بسیار بزرگ درست کرد. این تمام گندم را با خوشه می‌برد اونجا می‌برد. هزاران انسان از حضرت یوسف اطاعت می‌کنند. کشاورزیه 7 سال تمام و انبارهای بزرگ درست شدند. حضرت یوسف علیه السلام این 7 سال آباد را پشت سر گذاشت. اللہ تعالی می فرماید میتبوأ من حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء، میرسانیم به رحمتهای خاص هر کس را بخواهیم و ضایع نمی کنیم اجر نیکوکاران را. اجر نیکوکاران را قانون من خداست، من ضایع نمی کنم. لا نضیع اجر المحسنین. البته شاید محسنین را همینجا حکومت و ریاست میدی. الله تعالی میگه محسنین
ولا اجر الاخرة خیر للذین آمنوا و كانوا یتقون. اجر آخرت که به محسنین میدن هزاران درجه بهتر است از اجر دنیا برای آنهایی که ایمان میارن و هستن متقی از کفر و شرک و خیانت تر. اجر آنها که در آخرت خیلی بهتره از اجر دنیا. من در دنیا هم محسنین را بدون پاداش نمیگذارم، لیکن اجر آخرت خوبه. اگر یک محسنی دید در دنیا زیاد بهش نوازش نشد، همه سهمش در آخرت. لذا حضرت یوسف وزیر دارایی شده، حالا امتحانات سختی پشت سر یوسفن. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.